السلام علیکم. به برنامه احساس این هفته خیلی خوش آمدین. امیدوار هستم دور از فقر زندگی کنین همیشه در افغانستان. برنامه احساس همیشه کوشش میکنه افرادی را پیدا بکنن که نیازمند باشند و در بخش مالی و همچنین در بخش خوراکه امرشون کمک بکنین. بیشتر این خانواده ها کسانی هستند که کسی را ندارن که نانآور خانهشان باشند. نهاد خیریه احساس هم در همین عرصه بیشتر کمک میکنن چون این خانواده‌ای را پیدا بکنن. این هم یکی از خانواده‌هایی هستند که هیچ کسی ندارن برایشان نان بیارن، ولی نهاد خیریه احساس هر جای افغانستان کوشش میکنه افراد را پیدا بکنن که نیازمند این گونه از کمک ها باشن. پس چی خوب حال هوای این خانواده ها را بیشتر بگیریم. به غیر از این نوع کمک ها شما میتونه خودتان همسایه شما باشه امرشون کمک بکنین. پس این هفته میریم یکی از خانواده ها را بازدید میکنیم. به ادامه برنامه احساس این هفته خیلی خوش آمدین. بازم ما چند لحظه پیش که اینجا آمدیم صاحب این خانه آمد و از فاطمه جان کرایه خانه را میخواین. با این نوع خانواده ها هر چی بتانیم بیشتر کمک بکنیم بازم کم است به نظر من. فاطمه جان از مشکلاتتون برای ما بگوین. چی میگذره در خانه ایتان؟ مشکلات اینمی سبکی میخزم میرم نانبایی میگردم نانیخ که باش که ارزان‌تر دانه 6 پسم از اون میگیرم دیگه. خودم در خانه کار میکنم. دنی خبر دارم این بیچاره اینجا که رفته بودم که چی کده بود اونجا کار میکنم، کالاشویی میکنم. دین میتر رزق تیر میکنم دیگه. بچه من کرشم ریزه است و کار نمیتونه، پیسه نزی چی را نداره که کورس بره مکتب بره. اون دختر من دیگه در کورس قرآن رفته دیگه. اون مشکلات نمیسه دیگه، یه چیز دادن نمیتونه. به خدا کچالو جوش میدم زوری وقت میخوریم دیگه. اون نان چای میخوریم این چیز نیست. نانآور خانه ایتان کی است؟ کی پول جمع؟ خودم هستم. شما چی کار میکنید؟ ما می کار خانه یعنی کالاشویی بکن،
خانه مردم پاک کو دیگه کو اگر کار روزمانه پیدا شه کار روزمانه میکنم اگر نیست امور روزانه یگان کس که خبر داره دم زنگ میزنه میگه بیا می کالاشی است یا خانه تکانی است میره بکن امیر میکنه. بازو بسنده میکنه برای فامیل شما؟ چند نفر هستند در فامیل؟ یعنی از کرای خانه میادی 10,000 پسمال است. در خدا معلوم است که همین نماز میخوانم چی میکنم دم زود قسم که 16 پولیش ندادیم دیگه یعنی کرای برق میشه او میشه نه بابا روزی یگان کس که اگر دلش چیست هم 500 میده یگان روز که یگان کس که دلش چی نیست هم 300 خونه میده یعنی که کالاشی میکنم همین خانه منه تک میکنم. شما گفتین یک پسر یک دختر دارین. پسرتون چی کار انجام میده؟ چند سال است؟ چی میکنه در سلمانی میره شاگرد است. شاگرد است دیگه نو میره دیگه نیو تنخواه دارم نان چارچه میده یک 20 روپیه کرای موترش میده خلاص. و دخترتون قرآن کریم میخونه؟ دختر من چی میخونه دیگه که می قرآن میخونه. مکتب هم میرن؟ مکتب چی کار دولتی که چیست دیگه صرف 4 است. مکتب هم میره. اولادا خو مصارف دارن حتما میگن که پول بدن که میرن مکتب و یک چیز میخورن در تفریح. با خدا بیت میگن قدر نان خشک میبرم اون در پلاستیک میمونه اونم رو میبرم اونجا در تفریح میخوره قدیا با خدا دیگه یک چی ندارم کتر ما اون پیسه بیتم یا دیگه نمیتم شانزی ندارم. با چی نوع مشکلات رو برای هستن فعلا؟ دیگه قرنطینه‌ام شد دیگه اگر نه دمای 10,000 روپیه تنخواه داشتم از اونجا خلاص شدم دیگه این نالیم روزانه دیگه یک جا یگان کس که خبر داره اون زنگ میزنه مرم اونجا کار منم میاد این چیزی نانوری خانه خودم است. شوهرتون کجاست؟ شوهر 2 سال شده که خدا بیامرز شده او هم پیر بود بیچاره. فقط 2 اولاد مونده ازشون؟ 2 اولاد مونده یک بچه کلان شهید شده امو کلان دمی رای غزنی. خاله از درآمد خانه‌تان گفتین که خودتان انجام میدین و با مشکلاتی که شما روبرو هستین کوشش میکنین که سرسامان بتین این همه کارا را. فکر میکنین که امیالی که قسمی که با این شرایط هستین تغییر خواهد کرد؟ من چون به خدا دیگه چی رقم تغییر کنه از نکده دیگه از اول تا با آخر تغییر نکده از این بعد چی رقم تغییر کنه کاری که من در خانه بیکار هستم بچه مکرشم مادر بود ندارم کالا ندارم در کنای مردم هستیم به خدا این زو بیار یک زر کالا که میشه مامو یک زر کالای کنیخ میته از زو بگیره رزق تیر میره. برخورد مردم که کارش انجام میدین درست است؟ خوب است دیگه یگانش خوب است یگانشان که ببینین تو اخلاق ندارن یگانش بیچاره‌گاه خوب است. باز اضافه چیزم میدن برای شما که یگان چیزا یک دیگش بانه یک نانش بانه و نمور میته بگی بو برخلاو. خیلی عالی. گرچه جای عالی بودن اینجا نداره ولی شما اگه میتونید با این نوع خانواده ها کمک کنین از همسایتون شروع بکنین کسانی که نزدیک هستن برای شما شروع بکنین امرشون کمک بکنین با یک لقمه خوردن خودتان یک لقمه دیگر و دیگرها بدین. یک وقفه کوتاه میگیریم زود برمیگردیم. برنامه احساس است با فاطمه هستیم. بعضی وقتا فکر میکنیم که یک چیزی ناچیزه برای کسی میدیم و فکر میکنیم چیزی کمی است ولی شاید زندگی اونا را متحول بسازه یک لبخندی به لبان آنها شاید آورده باشیم. با این خانواده ها بیشتر کمک بکنیم کوشش کنیم که خود ما یک پول شویم که دیگران از ما استفاده بکنن. از آینده اولادایتون برای ما بگوین. آینده اولادای من دیگه میگم کمی یک بلندتر شوم ما یک درس خوب بخوانم رقمی دیگه آوریم تو مکتب برن در کورس برن همین آینده چیزی هست چیز است کمی اولادای من یک جای برسن. آرزویتون چی است؟ آرزوی من میسته دیگه کمی خدا می اولش کمی چیز خوب کنه افغانستان کم از این شر بیغم شویم از دیگه و دیگه بیغم شویم دیگه چی بگویم بیادم جان یعنی دیگه چیزی هست. درست. نهاد خیریه احساس یکی از نهادهایی هستند که با چنین خانواده ها کمک میکنن. شما از دیگه نهادها چنین پیشنهاد دارین برایشان که امر شما کمک بکنن؟ چرا ندارم دیگه چی میتونن دمی کمک کنن دمی اولادایم کمک کنن.
دیگه نهادها هم شما کمک کردن تا ولی؟ نه نکرده بغیر نان خوش کنم رو 10 دانه که گرفتیم دیگه در خدا معلوم است که یک دانه چیز نگرفت. 3 ماه قرنطین چه کار میکردین؟ یه دیگه در خانه بود. این به کرای خانه در سرم شد. یک ذره نان خوش که می‌آوردیم من یک قدی چای می‌خوردیم. خلاص. از دولت چه تقاضا دارین؟ از دولت دیگه هم نمی‌داریم دیگه قدیما کمکش قدی غریب غربت دیگه کمکش که مسلمان واریستن. این خانه را چند کرایه میتین خاله؟ 2000 میتون. 2000. در ماه 2000 یعنی یک خانه یک دالیز پس خانه. درست چند لحظه پیش که کسانی که آمدن پول میخواستن 10,000 افغانی بود. 10,000 در سر من کرای خانه است. چند ماه میشه پول ندارین؟ یعنی 6 ماه. دیگه 6 ماه میشه که در نظر میاد عموق میشه دیگه 10,000 میشه. حالا چی فکر میکنی پول از کجا خواهد شد؟ ما چی به خدا ما من خاطر مزو بیچاره در سر مزکی رفتم که مامولا همونجا که کار میکردم امیر بر من نشان داد که برو همونجا بگو شاید امو یک ذره کاری که پدید کنم. واقعا سخته با چنین شرایط زندگی کردن. از مردم از همسایه‌ها کسی همراه شما کمک میکنن؟ یا همینجا یک پس غریب غربت است همون تو بیچاره سال این دمین اولی ما بیچاره بچه شل است او چی کمک کنه که یک دیگه خود نان بیگا سوایخ نداره بازم همی در چیز که است یعنی خانه نو جور کرده یک پیچ چیزم توالی ما بلدم نیستم که چی رقم آدم است یه انترس بیادم چه خواست شما از مردم چی است؟ از مردم همی است دیگه که یک کمک کنه یک دمی اولادایم به یک جایی برسم همی دیگه چی بگویم بیادر چه نگرانی شما شاید بیشتر باشه برای آینده اولادایتان. یا زیاد است زیاد نگران است پیامی اگر دارین برای مردم، برای دولت و برای کسانی که این نوع نهادها دارن برای شما کمک میکنن چی پیامی دارین برایشان؟ همین پیام دارم که یک ذره کمک کنن همی از خاطر مزی دو دانه وشتو که من خود من دیگه همی تا که دیگه مزدوری کنم چی کنم نیستم که به خدا تا بگار میگردم باش که برم اونجا یگان کار مارم هم پیدا نمیشه که یگان اگه بلد باشه دم زنگ ده که بیا بگو که کار کن دیگه چی بگم بیادر چه این وضع من خود دیدی دیگه من امیدوار هستم که تمام مردم کسانی که فقیر هستن روزشون خوب باشن و یک روز باشه سر پای خودشون ایستاد باشن. نهاد خیریه احساس هم برای شما کمک میکنن و کمک هایشون به شما انشالله میرسن. ما در برنامه احساس کوشش میکنیم چون افراد را پیدا بکنیم امرایشون کمک بکنیم همچنان با تصاویری این خانه و همچنان با کمک هایی که به فاطمه میدیم این برنامه احساس رو به پایان میرسانیم. شما میتونین تماس بگیرین با نهاد خیریه احساس و کمک ها را با این نوع خانواده ها برسانید از طریق نهاد خیریه احساس. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یک تا میسپارم.